وقتی یک انسان میگه ما بزرگ هستم، باید از لحاظ افکار، اندیشه، احساس، رفتار و حتی از لحاظ زندگی کردن باید بزرگی خود نشان بده. اگر کلگی مهربان باشه، با نظر باشه، صادق باشه، عادل باشه، دیگه ما مشکل نمیتونیم داشته باشیم. اگر در یک کشور همه مردم، در یک جامعه هم افراد اشخاصی که زندگی میکنند با هم متعادل، عادل، خوب، مثبت اندیشه های پیشرفت برای یکدیگر داشته باشه، اون جامعه پیشرفت میکنه. جامعه پیشرفت نمیکنه که ما ارزش‌ها را پشت سر بگذاریم، ارزش‌ها را حذف بکنیم و گویایی که یک کمک تو زیباستی یا مثلا پولدار هستی، لباس خوب است، موتر داری، تو به این چیزا مثلا بنگری. نه، غلط است.